شد. در گفتگویی که دکتر مهدی زاره کرده اخیراً میگوید که بخش‌های مختلف ایران به خصوص فلات مرکزی ایران با یک خشکسالی مواجه خواهد بود. بخش قابل توجهی از این مناطق متاسفانه مردم مجبورن مهاجرت بکنند. دکتر بیت‌اللهی هم از مرکز مطالعات شهرسازی تاکید کرده که 49% جمعیت ایران در مناطق زندگی میکنن که داره نشست میکنه. صحبت آقای مهندس اسلامی در مورد اصفهان، دکتر بیت‌اللهی در مورد کل ایران و صحبت‌های دیگر کنار هم میگذاریم، ما با یک نقشه بسیار خطرناکی مواجه هستیم و متاسفانه خیلی خیال میکنن مهمترین مشکلات ما در کشور ما ممکنه چند تا مسئله اعتراضی که واقعا هم درست است، اما کشور ما حیات نخواهد داشت اگر به مسئله آب توجه نشه. جنگل ها داره از بین میره، تالاب ها داره از بین میره، دریاچه ها داره از بین میره، آبخوان ها داره از بین میره و بخش های مهم مملکت غیر قابل سکونت خواهند شد و اگر این روند ادامه پیدا بکنه ایران ویران خواهد شد. چون به نظر میاد مرگ کندی هم هست، شاید خیلی بهش توجه نمیکنن، یعنی حتی در بین اپوزیسیون هم شاید اونقدر نمیبینیم که روش تمرکز بشه. در اپوزیسیون متاسفانه مجموعه شعوری که باید انتظار داشته باشیم وجود نداره. در میان سران جمهوری اسلامی هم که الحمدلله بیشعوری یک اپیدمی هست. در نتیجه بسیار بایستی نگران آینده ایران باشیم، چون اگر این طرف به فکر نیفته و اون طرف هم به فکر نباشه، اون پی که قرار هست توش دموکراسی و آزادی به وجود بیاد یا ایجاد بشه یا تقویت بشه، جایی برای حیات و زیست ما نخواهد داشت. این تغییرات اقلیمی اینچنینی رو در خیلی از کشورهای دیگر هم داریم می‌بینیم که نتایج سیاسی داره در طولانی مدت. به گمانم در ایران هم میتونه موجی از مهاجرت‌های داخلی شاید بین‌المللی رو به همراه داشته باشه و بحران‌های دیگه. همین چند روز پیش فکر کنم یک دو هفته پیش در محدوده سمیرون گروهی از مردم اومدن اعتراض کردن به انتقال رود ماربور به حوزه ایران مرکزی. دیروز بانوان بودن که اعتراض کردن. ما اعتراضای اینچنینی رو زیاد خواهیم داشت پیش از اینکه هنوز آثار تغییرات اقلیمی، مدیریت بد آب و همه اینا کنار همدیگه باشه. ما در محدوده تابستان امسال و سالهای آینده متاسفانه شاهد چیزهای خواهیم بود که شاید انتظارش نداشته باشیم و ناشی از شرایط بسیار سخت زندگی، چه اقتصادی و چه اجتماعی مردمان مناطقی است که بی آب شدن و بی آب هم میشن. در ایزه دیدیم خودکشی در اونجا رفته بالا، در حوزه کارون دیدیم جای مختلف و بخشی از زمین‌های کشاورزی و آب‌های زیرزمینی محدوده کارون داره شورتر میشه به خاطر دستکاری‌ها در طبیعت. کسانی که در محدوده شادگان، در محدوده آبادان و آب‌های زیرزمینی می‌بینن داره شور میشه یا آب تالاب‌ها رو مجبورن ترک بکنن اونجا رو و ما یک بحران بزرگتر خواهیم داشت که هنوز ما براش آماده نیستیم. این دیگه موضوع آزادی بیان و حجاب و آزادی‌های مدنی و اینها نیستش که جمهوری اسلامی مشکل ایدئولوژیک باش داشته باشه. به هر حال برای بقای خود اون سرزمینی که همین مقامات جمهوری اسلامی هم درش زندگی میکنن این خیلی حیاتی است. چرا فکر میکنید توجه کافی بهش نمیکنن؟ ببینید کسانی در مجموعه جمهوری اسلامی دارن از این پروژه های بزرگ مثل آب شیرین کن، مثل انتقال آب بین حوزه‌ای، مثل سدسازی نهایت استفاده رو میبرن، پولش رو از طریق بچه‌هاشون میارن در کانادا یا در جای دیگه سرمایه‌گذاری میکنن، به فکر خودشون هستن. اما اون کسانی که محافظ در حقیقت امنیت این آدم‌ها هستن و میان مردم رو حالا تهدید میکنن یا میزنن در جاهایی که اعتراض میکنن، خود اونها نمیدونن که بچهای خودشون قربانی همین سیاست‌ها خواهند شد. اگر اون پاسدار، اگر اون افسر پلیس بدونه که داره کسی رو سرکوب میکنه که داره از حقوق خود اون دفاع میکنه، شاید جهت حمله رو عوض کنه.